آقا صاحب و عیار کابل، القابی که او بدان شهره گشت. سر جنرال سید حسین انوری نام آشنا برای دست کم 2 نسل مردم افغانستان است. انوری غازی جوان خوش سیما و باوقار که از کوپایه‌های ولایت پروان قد برافراشت و وارد معرکه‌های سهمگین و میدان‌های داغ مبارزات ضد اشغالگری شد و تاریخ 40 سال پسین افغانستان شاهد نقش آفرینی‌های بی‌بدیل اوست. کارنامه جهادی، سیاسی و مدیریتی سر جنرال سید حسین انوری را کتاب سپهسالار اثری از نویسنده چهره‌دست کشور سید جعفر عادلی حسینی که به تازگی منتشر شده است در 3 برش زمانی مورد غور و بررسی قرار داده است. فصل جهاد. انوری غازی اندک پس از پایان دوره تحصیلات عالی و ماموریت دولتی علیه اشغال شوروی وارد میدان جهاد و مبارزه شد. دوران جهاد برای انوری جوان کوله‌باری از تجربه‌های تلخ و شیرین را به همراه داشت. در این برهه که دوران بسا دشوار برای مجاهدان بود، او در حیات یک رهبر کاریزماتیک و جامع الابعاد ظاهر شد. و ضمن مدیریت نمونه نبرد چریکی شهری به موضوعات فرهنگی و دینی سخت بها می‌داد. سهم انوری در شکست و اخراج مفتضحانه شوروی از افغانستان کلیدی و تعیین کننده بود، چنانچه رسانه‌های غربی که جهاد مردم افغانستان را پوشش اطلاعاتی می‌دادند بارها به این حقیقت اذعان کردند و در این باب متون تحقیقی و پژوهشی فراوان وجود دارد. تفاوت انوری با سایر رهبران جهادی در وسعت نگاهش بر جهاد بود. وی جهاد را از کابل آغاز و تا شمال و جنوب، شرق و غرب کشور گسترش داد. اگر قرار به این باشه که ما ابعاد مختلف شخصیتی آقای انوری را به تحلیل بگیریم، لابد به چند دوره تاریخی باید تقسیم شد. دور نخست تبارز شخصیت و ظرفیت‌های آقای انوری فصل جهاد افغانستان است که در این فصل آقای انوری به عنوان یک فرمانده با تدبیر و مبتکر در کنار سایر مجاهدین افغانستان نقش مهمی را در سنگلاخ و در اطراف کابل و در جبهات مختلف داشتند که از این لحاظ آقای انوری نخستین مرحله تبارز شخصیتی و شهرت خود را از بستر جهاد و از سنگر جهاد کمایی کردند که از جمله شخصیت‌های به نام جهاد افغانستان بود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و سارعوا الی مغفرة من ربکم. آنچه که روی دست است و برادران عزیز ما از سنگرهای سنین پغمان در منطقه شهید پرور و قهرمان دهه‌گاره تشریف آوردن برای عملیات در رابطه با میدان هوایی. خاطری که ما از این حادثه دارم است که برادرای عزیز ما مدت 3 روز به خاطری که در میدان منگ بودن، در دشت و بیابان مانده بودن و برادرای عزیز ما با ایثارگری و فداکاری و با تعهدی که با خون شهدا داشتن رفتن و برادرها را از میدان منگ کشیدن که در موقعی کشیدن یک تن از سربازان روسی که قبلا مدت 3-4 سال پیش آمده بود و با مسلمین پیوسته بود و مسلمان شده بود، رفت و به خاطر کشیدن یک برادرای عزیز ما با من برخورد کرد و جان را به جانان سپرد که ایثارگری و فداکاری را عینیت بخشید. گوناگون ملت ما را سرد بسازد، مبارزه ایمان را سرد بسازد. امروز به جهان شکست کمونیسم افشا گردید و به اثبات رسید که هم از ایثارگری های شهدای ما می باشد. ما مرهون قطرات خونی عزیزان ما هستیم و با اینا سوگند یاد می کنیم به قطرات خونشان که برادران عزیز، برادران شما تا آخرین لحظه ایستاده است و تا آنجا ایستادگی دارند که حکومت اسلامی در کشور افغانستان مستقر گردد. در بین تمام سیاستمداران یگانه شخصیتی که تانست مرزهای مذهبی و قومی را در بین ملت افغانستان از بین ببره و او انوری صاحب بود. و همه دیگه ای که
اونا شخصیتی بودن که هیچ وقت از سیاست به حیث یک ابزار به خاطر رسیدن به اهداف مادی استفاده نکردن. نقش بارزی در پیشبرد جهاد، در ادامه جهاد و در ضربه وارد کردن به اشغالگران و حکومت وابسته به اشغالگران یکی از چهره‌های معروف، مشهور و تاثیرگذار در پیشبرد جهاد ملت افغانستان. حضور جناب آقای انوری و همسنگرانش در دوران جهاد به خصوص به نمایندگی از جامعه تشیع افغانستان چنان برجسته و برازنده بود که هیچ کس نمیتونه منکرش شود، که بسیار از کسایی که امروز مدعی رهبری هستند حتی با اسلحه آشنایی نداشتند. در دوران جهاد واقعا نقش بسیار چشمگیری داشت، در کنار شهید عبدالحق، در کنار عامر صاحب شهید احمدشاه مسعود و خیلی از سرداران دیگه آقای انوری در تراز اینها بود و جزء کسانی بود که در مورد وضعیت کابل میتونست تصمیم بگیره. حضور بسیار مؤثر و چشمگیری که در کوچه پس کوچه های کابل داشتن، در حملات مستقیمی را که علیه اشغالگران روس، افسران روس میکردن، یعنی کمتر احزاب جهادی بودن که با این برنامه ها آشنا باشن. با مبارزه‌ای که غیر از اعلای کلمت الله و خیر اسلام و نجات ملت مسلمان و مجاهد افغانستان از سلطه و زیر یوغ شوروی وقت و نظام کمونیستی بود، حرف دیگه و هدف دیگه ای نداشت. سال 1364 بود اوج جهاد افغانستان. ما با آقای انوری در پاکستان با هم بلد شدیم. آقای انوری با بسیار صمیمیت و درک اهمیت این مسئله از همون لحظه تصمیم خود اعلان کردن که ما آماده هستیم که همراه با قهرمان ملی افغانستان مسعود شهید هماهنگی ایجاد شود، رابطه داشته باشه که جبهاتی را که آقای انوری در حضور داشتن با جبهات قهرمان ملی به اصطلاح همجواری داشت. از این لحاظ به سادگی در کنار از اینکه یک حرمت متقابل در بین از اینا وجود داشت، از این فرصت استفاده شد و ما زمینه تماس از اینا رو با ابراهیم عامر صاحب شهید مساعد ساختیم. از همون زمان به بعد هماهنگی‌های با مد و جزرهای مختلف با وجود آمد که این تا پایان حیات قهرمان ملی و پایان حیات آقای انوری ادامه داشت که من ایره یک خاطری بزرگ تاریخی میدم. جناب آقای انوری 37 سال قبل وقت تصمیم به جهاد و مبارزه در سرزمین افغانستان گرفت، با کوههای از ایمان، با نداشتن اسلحه مادی، اما با بزرگترین قدرت معنوی رو مقابل کرده و قدرت قیام کردند. از جمله قیامگرانی که در برابر اشغال بسیار بزرگی سرزمین مگر با مقاومت کوههای ایمان توسط بزرگترین دلاوران سرزمین پا به فرار داشتند. دین آقای انوری و ملت مسلمان افغانستان بیش از حد است، اما آقای انوری و همسنگران انوری به خاطر سرزمین خود و به خاطر عشق و ایمان و مقدسات و به خاطر ملت خود اینا شهادت پذیرفتند. These hidden divisions inside the Mujahideen had their first effects on the Mujahideen forces closest to Kabul, the Shia Muslims. They had been excluded from the interim government. Secure in their mountain fastness, the Sanglak Valley, the Shias were regarded as heretics by ultra-Orthodox Muslims like Hekmatyar. Yet they had resisted the Russians as bravely as anyone. Last year they won a 7-week battle here against a superior force of Soviet paratroopers. When we got there, we found that the Shias are among the best disciplined of all the groups of Mujahideen. Each day their training prepared them for the coming battle for Kabul. They were mostly Mongolian by origin, the descendants of Genghis Khan's men. Over the centuries, for all their toughness, they'd become an underclass inside Kabul. Now they were being turned into a fifth column to undermine the city. Their propaganda was distributed inside Kabul,
and they offered to smuggle us into the city to see the resistance there. There was something generous, but also rather naive about them. Their leader, Sheikh Anwari, was prepared to bear the brunt of staging an all-out insurrection inside Kabul if the other Mujahideen groups, the orthodox Muslim ones, would begin a concerted attack from the outside. He was planning to go to Pakistan to make this offer to the newly formed interim government. We've reached a critical moment in our struggle for victory. What we want to do now is link up with all the different groups of fighters so that as soon as possible we can move on and capture Kabul without suffering enormous casualties.